پس از این به بعد در یه خانه زندگی میکنی؟ بله، ما و علینا. میفهمم. آرزو میکنم که با هم خوش باشی. پدرم ایره برم داد و گفت که هر وقت یک مشکل گرفتار شدی ایره محکم در دستت بگی و مرا به یادت بیار. این سالها از اون محافظت کردم. حالا کی از پدرم محافظت خود کرد؟ ناق نگفتن که به هر دختر پدرش یه قهرمان واقعی است. متوجه هستی؟ عزیز بیادر وقت در قلب خود به حیث پدرت قبول کردی. بله، اما همی که به هم رسیدیم دوباره جدا شدیم. کنان لطفاً به او کمک کن، نجاتش بدی. امکان داره کوره قسم بیگناه ده اونجا رها کنم. برات قسم میخورم هر کار از دستم بیای انجام میدم. وجدانم عذاب میکشه، قلبم دوده شده. تو خوب بیگناه هستی. وجدانت راحت باشه. کلا چیز با اتهام بستن اورال به عزیز بیادر شروع شد. حالا چی تغییر خود کرد؟ قاتل در بیرون است اما پدر من در زندان است. اقدر رفتم گفتم که فرار کن. هر وقتی که به فکر میای نفس کشیدن نمیتونم. دی زندگی از هر کس که زیادتر قرض داره او هستم. قرض داره زندگی. اگه 7 جهانم یک جایی شوه بازم قاتل واقعی رو پیدا میکنم. اجازه نمیتونم که عزیز بیادر در زندان بپوسه. تو هیچ تشویش نکن. خانم اصل، شما خوب هستین؟ خوب هستم تشویش نکن، چیزی نیست. حالا به آشپزخانه بریم، زیاد کار داریم. درست است. اوه، شاهکار کردی خانم عزیزم. زنده باشی. این گلاساس کجا شدن؟ نیک از جزت کشیدیشان. قار نشو، مزاق کردم. شام بخیر. تو ده اینجا چی میکنی ها؟ تشویش نکن، به ماندن نامدیم، فقط به غذا خوردن آمدیم. من خواستم کل خانواده امشب یک جایی باشن. یک دفعه خو از ما پرسون میکردی. میبینی دیگه مرا حتی عضو خانوادام حساب نمیکنه. در حالی که من همیشه میخوایم پیش خواهرم باشم و به او کمک کنم. تو به من کمک میکنی ابرو؟ بد است، واقعا بد است. کافیست که در 4 طرفم نباشی. میبینم که مناسبت تو اصل دیگه مثل سابق نیست. از وقتی که فهمیده عزیز پدرش است رفتارش همراه من تغییر کرده. در بین خواهرای گپا میشه عادی است. حلش کنین. مجبور استین حلش کنین. خوش آمدی ابرو. خوش باشی. شام بخیر. مبارک باش علینا جان، بسیار خوش شدم. کاش که با مام خبر میدادین، کم از کم پیشتان میبودیم. در اصل میخواستیم که خبر بتیم، ولی حال درد کلگی تازه است، نخواستیم کسی را خسته کنیم. لطفاً از ما خفه نباشین، با مام یک کار آسان نبود. تصمیم گرفتن از امضا کردن که یک اقدام مهمتر است. درکتان میکنم، اما بسیار میخواستم شاهد اون صحنه باشم. دازم من مخالفی تصمیم نبودم. حامیش بودم، اینه خو میفهمی. تشویش نکن.
خوشحالی شادخت خانواده ما بر ما بسیار مهم است. راستی صبا وکیل میآید. وصیت مادرم توضیح میده. کل خانواده باید در اینجا باشه. بیاین شروع کنیم. ملکه دخترم، تو خو هیچ چیز نخوردی؟ از گلونم تیر نمیشه. ما دیگه حیران ماندیم که چی کنم. از یک طرف از خلیل طلاق میگیرم، از طرف دیگه عزیز به زندان رفتم. بزرگا گفتن در امتحان عشق در دای نیست که نچشی، گوش کنی، نترسی. کسایی که ده حق عزیزی کار کردن البته که خدا جزایشانم میته. دل جمع او خلیل احمقان به یک شکل نه یک شکل برام میآید. عنوان خانم خانواده تمام غذا را خانم مقبولم پخته کردن. ازت بسیار تشکر میکنم. همه چیز بسیار خوب است. خواهش میکنم، به ما افتخار است. واقعا عالی به نظر میرسه. خدا خیرت بده اصل جان. جانم دستپختت واقعا بسیار مزه‌دار است. سارما فوق‌العاده شده. در صورت کمی دگان برات میندازم. عشقم بوری کم است. تو خوب بسیار خوش داری نه؟ نازم همه قسم دسترخوان‌های فوق‌العاده را تیار میکرد. راستی؟ خیبه ایمان است که خوی و خصلت‌های ما شباهت داره. چی؟ بسیار میبخشین، ما یک لحظه فکرم نبود. شنیدن درباره ناز دیگه برام سخت نیست عزیزم. به ما دیگه فقط خوشحالی فعلی شوهر مهم است نگذاشته. لطفاً کلگی را بفهمن. بیازو در ارتباط با گذشته‌ام چیز زیاد وجود نداره. علینا جان، کنانم در این خانه جابجا شده. شما به چیزی نیاز دارین؟ از اینکه با ما فکر میکنی بسیار تشکر، ولی به چیز ضرورت نداریم. همونطور نیست جانم؟ بازم بسیار تشکر. علینا جان و کنعان، با شما یک عمر طولانی و پرسعادت میخوایم. آرزو میکنم که همیشه با هم خوش باشین. شما را که قسم میبینم ما به عروسی و ازدواج علاقه‌مندتر شدم میرم. کاش که مادرم شاهد این روز می بود. تشویش نکو عزیزه، در هر جایی که هست با آرامش ما را سیر میکنه، مطمئن باش. اگر مادرم اینجا نیست ما خمرایت هستیم شادختم. مادرم دفعتاً مرد. خدا را شکر قاتل شناسایی شد. با عنوان کلانی خانه نمیخوایم که در سر میز درباره مسائل غم‌انگیز صحبت شود. البته لالا جان اطاعت میشه. ما بیازو هر وقته که شما بخواین همون وقت گپ میزنیم، حتی درباره مرگ مادر ما. با اجازهتان غذا کمی ثقیل تمام شد. با اجازهتان ما میرم. نوش جان. میبینی زیاد آسان نیست که عضو از این خانواده باشی کنان.
آرزو میکنم تو هم با در نظر داشتن حیثیت و شرافت سنگین خانواده دمیرغلو رفتار بکنی. بعد از این باید انتخاب کنی. هیچ شک نداشته باش، تا امروز متین و استوار استاد بودم. بعد از یا میفهمم که کدام طرف انتخاب کنم. تشویش نکن. تو ده اینجا چی میکنی؟ دستم ایلابته، باز از من حساب چی رو پرسان میکنی؟ همراه ما بازی نکن. تو ده پیش لالایم چی کار داری؟ فکر میکنی اجازه میتم که همراه احساسات او بازی کنی؟ قسمه که تو با احساسات علینا بازی میکنی؟ متوجه گپایت باش. نام علینا را به زبان نباید بیاری. از اطرافیان ما هم دور باش. ضمناً ما و تو همسان هستیم. مرا با خود اشتباه نگی. تو وقتی که در این راه قدم میمانی آدم خوب هستی، اما وقتی که من وارد این راه میشم آدم بد هستم. گپ بزنی؟ گپ دیگه طرف نبر. او دیوانوار عاشقم است. به خاطر او حتی از کل چیز تیر شدم. چطور شد که تو یک دفعه بلالایم یک چانس دیگه دادی؟ خسته شدیم، میفهمی؟ از عشق یک جانبه با یک شخص خسته شدیم. ما میخوایم که خوش باشم، میخوایم با خود یک زندگی نو جور کنم. ای گناست. هیچ باورم نمیشه. اما تو باشه. ولی اگه یک اشتباهی دیگه تا ببینم قسم میخورم که پرواییتن نمیکنم. هوش کنی، فراموش نکنی. کندال آقا زندگی سرطان باشه، اما باور نکردم. چطور شد؟ درست است. تو حالا پشت رو گپا نگرد. چطور ایلایت کردن؟ اعلان نکردن، خودم فرار کردم. چطور فرار کردی؟ بالای سرت نفر نبود؟ بود، ولی به یک شکلی حلش کردم. با اونا چیزی گفتی؟ نه، نگفتم. هیچ چیزی نگفتی نی؟ بسیار کوشش کردن ولی من هیچ چیزی نگفتم. اگه او قسم است پس چرا تو رو نکشتن؟ آقا اورال نمیبینیم که رویم ده چی وضعیت است. خب خیر است. خوب است که بلا بود برکتش نه. ما به تو نیاز دارم بچیم. کاری که نیمه کلمانده رو باید حل کنیم. ببین ژاله هنوزم در چهار طرف ما میگرده. او زن بلای جان هر دوی ما شده. فهمیدی؟ فهمیدم. عزیز توپراک زندانی شده. فعلا از شر او راحت هستیم، اما تا وقتی که ژاله در چهار طرف باشه خواب سر ما حرام است. این کار حل کن. درست است آقا اورال. سر میز چی قسم رفتار میکدی؟ تو دیوانه شدی؟ نفهمیدم راجع به چی گپ میزنی؟ چطور میتونی اقدر راحت باشی ها؟ تو دنبال چی هستی؟ هیچ چیز. وقتی که اورالا قسم جگرخون دیدم طاقت نتونستم. جگرخون؟ باورم نمیشه. بیبی نمیخوایم که تو خدا به خطر مواجه کنی. فهمیدی؟ دلت که باور میکنی، دلت که نمیکنی. هر چیزی که گفتم واقعیت بود. دزم کدام گپ خطرم نیست. به خاطر که به گفتاید باور کنم به اعماق چشمایم بیبی. باز بگو، صرف به خاطر که شوهرت غمگین است درباره مرگ ناز تحقیق میکنی یا به خاطر خودت؟ به خاطر خوشی شوهر میکارم میکنم. صحیح شد.
تو دیگه بجایی که به فکر ما باشی بهتر است به فکر خانمت باشی. ما دیشب کم زیاد نوشیده بودم ابرام. یعنی فکرم کمی مغشوش است. بعضی چیزا را به یاد ندارم. گفتی به یاد نداری؟ صبر کو پس ما حافظیت یک بار تازه کنم. یک کم آهسته بزن ابرام. اگه اینقدر از خانمت میترسی باز چرا دیشب همراه ما بودی؟ چرا مرا بوسیدی؟ یعنی ما بله طرف ما ببین. اتفاق دیشب بین ما تو میمونه. به هیچ کسی یک کلمه نمیگی. فهمیدین؟ اگه تو فراموش کنی ما هم فراموش میکنم. بله. چی شده؟ تو خوب هستی؟ خوب نیستم. اینجا برایم کاملا مثل زندان است شاله. یک کمی دگم طاقت کجانه؟ کوشش کن مرالت از دست ندی. کنان و علینا امروز عروسی کردن. کنان دیگه در این خانه زندگی میکنه. هر دفعه که او را میبینم قلب ماتش میگیره. میفهمی چی میگم؟ من هنوزم کنان زیاد دوست دارم. دیوانوار دوستش دارم. بیبی جانه تو امروز همراه کنان گپ زدی؟ کل چیزا برش گفتی؟ همی که میخواستم گپ بزنم زنگ اورال آمد. نمیتونم عزیزای خدا بیشتر از این جذابتون. این کار قسم نمیشه. خب میخوایی چی کنی؟ این قسم راحتی سرم حرام است. جاله این مسئله را فقط من حل کردم میتونم. اما به خاطر این کار باید پیشم باشی و کمکم کنی. اصل چی میخوایی؟ لطفاً بگو. کندال که حال فراری از قبر ناز دیده. تو چی میگی اصل؟ به خاطر قبر ناز باید سر او فشار بیارم. معلوم دار است که کل رازا پیش کندال. اگر نه اورال قدر دخمش نمیبود. تو میتونی کندال تعقیب کنی شاله. به خاطر من این کار کردم میتونی. آمدی کنان؟ بله بسیار مقبول شدیم. میبخشی برای یک توفیق خاص گرفتن نتونستم اما جبران میکنم. هیچ تشویش نکن. من فقط تو را میخوایم. دیگه هیچ چیز نمیخوایم کنان. تو خوب هستی؟ خوب هستم. فقط امروز برم یک روزه خسته کننده بود. هیجانی هستم. نه حالا بیا کم استراحت کن. کنان امروز بعد از او قدر اتفاقات غم انگیز از برکت تو بهترین روز ما تجربه کردم. تشکر میکنم.
برای مام اما تو بود. تو خوب هستی؟ خوب هستم. بیا آرام باش. بیشی دراز بکش. آرام باش. بگی ایره بپوش. بیا نزدیکتر بیا آرام باش. زیاد هیجانی شدی. خوب میشی، تشویش نکن. حالا چشمایتان بسته کن. بسیار مقبول هستی. زلال و شفاف، زیبا مثل آب، زیبایی که فقط متعلق به من است. امشب مرا بسیار خوشحال ساختی. بسیار زیاد تشکر. دازم گپایی که در ارتباط با ناز گفتی بسیار خوب است که خوش شدی. من فقط نظر خدا گفتم. اورال لطفاً. برات گفته بودم تا وقتی که تو نخواهی تو رو لمسم نمی کنم. به خاطر تو من از عزیزای خود منصرف شدم. از خانواده زیادتر از این سرم فشار نیار. زبان شیرین خسته نکن. تا که تو نخواسته باشی اصلا گپ نمیشه. به خاطر که بالاخره خودت منو میخوایی. عسل خوب هستی؟ تو چطور قدر صبح وقت خیستی؟ خانم خدا رها کرده سر کار خونه نمیری ها؟ طرف ما با دید گناهکار سعی نکو هوش کنی. اگه امروز در یه حالت هستیم از خاطر من نیست، از خاطر تو هست. ایره فراموش نکن. بعد از این هر صبح بعد از بیدار شدن مرا خود دیدی و هر شب بعد از خوام ولی در اتاقای جداگانه می باشی. اگه عادت کنی بسیار خوب میشه.
کندال کندال بچم خوش آمدی. خوش باشی ماما. بیا داخل بیا. نه نمی باشم، عجله دارم. پدر و مادرم چطور هستن؟ خوب هستن، کاملا خوب هستن بچه. میتونی داخل بری و اونا رو ببینی. محکمه کار دارم. تو ایره بگی با پدرمشان بده، بگو که حقشانه با ما حلال کنن. کندال بچم ای چی وضعیت است؟ تو در کدام جنجال ماندی؟ چیزی نیست، خداحافظ. کندال او موتر لطفاً تعقیب کنین. چی شده؟ چرا مرا خواستی؟ کدام اتفاق رخ داده؟ عزیز بیادر امروز پیش ما نیست. در اونجا پشت او میله های آهنی است. ای چقدر مرا درد میده، میفهمی؟ او وار یک آدمه چطور با اتو یک اتهام سنگین بازداشت میکنن. فعلا در او جای سرد است، در دستاشم زولانه. قلب من بسیار درد میده. از دست من هیچ کار ساخته نیست، هیچ کاره. قلب کدام ما آرام است. مطمئن هستم قلب تو هم خون گریه میکنم. ای که کیو اسلحه را گرفته به تشویش هستی درک میکنم. اما باید بفهمی اگر محشرام برپا و بازم باید او شخص پیدا کنی، باید با پلیش فهمیدی به خاطر نجات عزیز بیادر یک امیر راه است. کنان هر جای پالیدم، جایی نمانده، کسی نمانده که پرسان نکده باشم. نیکه بگه پایم باور نمی کنی. در رگای موتو یک خون جریان داره. خون ما کثیف شده نمیتونه علاله. ما از پدر خود چی را یاد گرفتیم؟ یاد نگرفتیم که باید به دنبال خوبی بریم و در مقابل بدی استاد شویم ها؟ همین قسم است، اما دست پایم بسته است. هیچ چاره برم نمانده. بسیار میشرمم کنان، بسیار میشرمم. هم تو را و هم عزیز بیادر در جنجال انداختم. کاش که او اسلحه را لمس نمیکردم. ناق کلگی را در درد سر انداختم. تو دیگه به این فکر نکن، آرام باش. اجازه نمیتونم کسی به تو آسیب برسانه، ولی ایران بفهم اگر لازم باشه او ساختمانم با دستای خود آتش میزنم و عزیز بیادر از اونجا میکشم. کار هر کسی باشه، هر کسی خونم جنانه به قتل رسانده، من حتما او را پیدا میکنم و با دستای خودم به عدالت تسلیمش میکنم. میفهمی؟ هر کسی که این کار کرده از پیش من نجات پیدا نمیتونه. بله. کندال به نظرم کدام کار انجام میده؟ چی کار؟ مام دقیق نمیفهم که چی کار. در پیش یک پیر مرد رفت، براش یک پاکت داد. مثل که خدافیزی کنه. کدام عضوه خانوادش بوده؟ بوده میتونه. مام با تعقیب کردنش ادامه میدم. برام حتما خبر بده. راستی؟ بله. متوجه خود باش، درست است؟ تشویش نکن. تو متوجه خود باش. بسیار تشکر، زنده باشی. همراه وکیلم گپ زدم. امروز وصیت‌نامه را توضیح میدم. میشه که من اشتراک نکنم؟ آخر موضوعی نیست که به من ربط داشته باشه، مربوط تو و خواهر و بیادرت هست. خانم اصل، آقا خلیل آمده. من یک بار پیش او میرم. درست از خودت میفهمی. میبینی؟
مرا حتی به داخل اجازه نمیتون دخترم. تو به کدام روی اینجا آمدی؟ اینقدر سالا پدرت بودم، حالا ده یک لحظه سرم چلیپا کشیدی دخترم؟ لعنت به تو. متوجه باش دیگه در مقابلت کسی نیست که به هر گپت سرخم کنه. من اینقدر سالا برات پدری کردم، خودم نخوردم و به تو خوراندم، خودم ننوشیدم و به تو نوشاندم، همیشه مواظبت بودم. ببین توی حال و روز مرا ببین، در یک وضعیت خراب قرار دارم. تو به من پدری کردی؟ تو با دستای خودت مرا به اورال تسلیم کردی، اون با کمال افتخار. دخترم به خاطر تو بود، به خاطر نجات دادن ناموس ما بود، اگه من قاتل میشدم. بیبی قسم گپ زده، جگر مرا خون نکن دخترم. لطفاً تمثیل کردن نبون. تو اگه واقعا مرا دختر خودت فکر میکردی، اونقدر اشکا و دردای مرا تحمل نمیتونستی، میرفتی حسابش میگرفتی. مادرم چطور فریب دادی؟ بگو. بیبی مادرت گوشای تو را پر میکنه، به خدا که من هیچ کار نکردم. بیبی حسن، من در یک حالت بد قرار دارم، به خاطر که پیسشان پرداخت نکرده مرا از هتل میکشم. با پاس قدر سالا به من یک کمک و خواهش میکنم. تو بعد از قدر کارا بازم از این پیسه میخوایی؟ یک ذرم غرور نداری؟ بیبی من به دروازه تو آمدم. وقتی که آدم پیسه نداشته باشه نه غرور و نه شرفش میمونه. دیگه زیاد مظلوم نمایی نکن. با پاسه و قدر سالا ازت حسابی نمیگیرم. حالا برو از اینجا و دفعه دیگه هوش کنی که اینجا نیایی. اینقدر پشت دق شده بودم که پیش از داخل شدن به دهلیز فهمیدم که میایی. کنان زنده باشه. گرچه سخت بود اما تانست که اجازه بگیره تا ما بعد دیدنت بیایم. راستی برات بعضی لوازم آوردیم، خبر باشی. بزرگترین تحفه ما تو هستی ملکه. زندگی است دیگه. هر قدر که کلان شوی بازم از درس دادن به تو منصرف نمیشه. تو همین دیروز فکر میکنی که تو را رها کرده، یک دفعی بزرگترین خوشحالی دنیا را پیش رویت میاره. میگه که نه، کل چیز تازه شروع میشه، صبر کن. بعداً تمام قلب و روحت امید و خوشحالی فرا میگیره. اما بازم امو زندگی تو فیره که برات داده بود بیرحمانه از پیش دزدی میکنه. نمیفهمی که چرا. اما دیگه به یک گپ خوب میفهمم عزیز. سبانی دیروز نی، یک سال بعد خو اصلا نی، فقط همیاله، همی لحظه. دیگه نمیخوایم که فکر کرده پیش برم عزیز. وعده ای را که او روز برات داده بودم دیگه یک ثانیه هم به تأخیر نمندازم. انگشتر به خاطر جدا ساختن ما نی، بلکه به خاطر یک جا ساختن ما در بین ماست عزیز. به خاطر به یاد آوردن روزایی که از دست دادیم عزیز. هر قدره که طول میکشه بکشه، من منتظرت میباش. وعده است. نظر به ای که همگیتان در اینجا هستین، وصیت‌نامه رسمی مرحوم جانان دمیرغلو را برتان میخونم. بفرمایید لطفاً. نظر به وصیت‌نامه‌ای که به تاریخ 10/4/2012 تهیه شده،
یک آپارتمان 4 اتاقه واقع در سوالیه، 2 باب کارگاه در جای مربوطه و همچنان با 15% مفاد خالص از عواید سالانه شرکت به خانم الینا دیمیروغلو واگذار گردید. با ما؟ مزرعه واقع در چتالجی استانبول، ویلای واقع در بیلربی، خانه تابستانی در چشمه و 15% سهام شرکت دیمیروغلو به صورت غیر قابل فروش به سینان دیمیروغلو واگذار می شود. غیر قابل فروش؟ چی مانامته وکیل؟ ملکیت هایی که به شما به صورت میراث رسیده به هیچ صورت حق فروش ندارین، بلکه حق دارین که درش خودتان بود و باش کنین و یا از کرایش مستفید شوین. اما ویلای بلربی خود در ضمانت از دست ما رفته. در این صورت ویلای بلربی در بین ملکیت هایی که واگذار شده شامل نمی باشه. یک دقیقه حتما کدام اشتباه شده؟ مطمئن هستم که شما وصیت‌نامه اصلی را میخونین؟ بله، کدام اشتباهی نشده باشن. فکر نمیکنم وکیل صاحب در این زمینه اشتباهی کرده باشن. در اون صورت لطفاً به سوالم جواب بده. هیچ یک از ملکیت های خود فروخته نمیتونم، اما میتونم در او زندگی کنم. همین قسم است؟ بله آقا سینان. در بین اسهام شرکت ها مشخصاً کدام سهمی ندارم، اما فقط میتونم در عوایدش سهیم باشم. همین قسم است؟ ای که در ختم هر سال از مفاد مجموعی چند فیصد به شما داده شود مشخص است. دیدن نه؟ یک دفعه دگم فهمیدم که مادرم هیچ وقت مرا دوست نداشته. وکیل صاحب میشه لطفاً ادامه بدین؟ البته. تمام اسهام متعلق به شرکت دیمیروغلو و همچنان تمام ملکیت‌های غیر منقولی که واگذار نشده به آقا اورال دیمیروغلو واگذار میشه. و به همین ترتیب آقا اورال، مادرتان خانم جانان دیمیروغلو خواسته که شخصا خودتان عواید سالانه شرکت ده مطابقت به وصیت‌نامه مرحومه توزیع کنید. سینان یکم آرام باش، گپ میزنه. چی گپ است؟ از همه شرکت کل چیز گرفتی؟ دیگه چی میخوای اورال؟ سینان بهتر است آرام باشی. البته برای تو خارم باش گفتن آسان است، بیازوستات تو خوب تر است. گوش کن، مثل اطفال رفتار نکن. با گپ زدن چی مونده تو بگو ها؟ مادرم حتی بعد از مرگشم یک دفعه دگم نشان داد که مرا دوست نداره و تو بچه یک دانش هستی ها؟ دی برای چی میگی اورال ها؟ خلاص شد؟ دیگه چوب باش و گپای مرا گوش کن سینان. من از مادرم هیچ میراث رو نمیخوایم، درست است؟ نه اموال، من سهام، برای من اصلا مهم نیست. اگه همراهی من کمک کنی هر چیزی که به من رسیده رو به تو میدم. چطور یعنی؟ لالا؟ یاد نابود کردن قاتل مادرم عزیز سپراک و کنان و من کمک میکنی و ثابت میکنی که یک دیمیروغلوی واقعی هستی، یا تا پایان عمرت پیش دشمنای ما با 5 لیره کار میکنی؟ تصمیم به دست تو است.
آقا اورال والپر از شرکت امنیتی گپ زده. تصویرها از هارد دیسک اصلی حذف شده. کسی اونا را به دسته حذف کرده. تو درست ترین تصمیم گرفتی، مطمئن باش. دفنه چطور یعنی؟ قسمه که گفتم هنوز عروسی نکده.